دوستان خوبم سلام، وقت همگی بخیر. با یه قسمت دیگه از مصاحبه با رتبه‌های برترمون در خدمتتون هستیم. خانم حسنی خیلی خوشحالیم تشریف آوردین. من توضیح فقط بدم و شما دیگه شروع بفرمایید. ما کلا اینو من هر قسمت مجبورم بگم، اینکه جمعه ها 2 قسمت در واقع ما مصاحبه داریم با رتبه‌های برترمون، داستان کنکورشون رو با هم دیگه میشنویم. بزرگترین دلیلی هم که واسش در واقع این ویژه برنامه رو تدارک دیدیم اینه که شما به عنوان کنکوری ارشد خیلی نیازه آدم‌های شبیه به خودتون رو ببینید، مسیرشون رو بشنوید و این محیط در واقع کنکوری داشتن خودش خیلی کمک میکنه بهتون و به نظرم خوبه که ذره از حرف‌های منفی و اینها آدم فاصله بگیره و حرفی کسایی که تو این قضیه موفق شدن رو بشنوه میتونه مسیرش رو خیلی بهتر ادامه بده. و جمعه ها با 2 اپیزود در خدمت شما دوستان هستیم از رشته‌های مختلف. نیمه اول ویدیو جوری هستش که در واقع همه در واقع رشته‌ها میتونن بشنون ببینن. نیمه دوم ویدیو رو در واقع تخصصی در مورد اون رشته و منابعی که بچه‌ها مطالعه کردن صحبت می‌کنیم. خانم حسن خودتون معرفی بفرمایید. مرسی که تشریف آوردید. خواهش می‌کنم. سلام، مبینا حسنی هستم. رتبه 6 کشوری کاردرمانی. کارشناسیمو دانشگاه علوم توانبخشی درس خوندم و اگه بخوام از استارت مسیر ارشد بگم، برای من از همون دوران کارشناسی شاید سال 3 شروع شد، نه به صورت خیلی جدی، ولی از همون جا بود که متوجه شدم که میخوام ارشد بخونم و سال دومی بود که در کنکور شرکت کردم. و اینکه هدفتون از ارشد خوندن شد که علاقه من شد به این مسیر؟ کلاً خب الان خیلی از همکارای ما هستن که با کارشناسی دارن کار میکنن و خیلی موفقن و من فکر میکردم که شاید کافی نباشه برای کار کردن و اینکه کلاً به کار یعنی خیلی به دکترا فکر میکنم و خب این مقدمه بود برای دکترا. بسیاری. اگه یه دانشجوی کنکوری حالا جلوتون قرار بگیره، کنکوری ارشد، و میخوایم بهشون راهنمایی کنین، قطعا بچه‌ها خیلی بهتون مراجعه کردن، از مسیراش و سختیاش بگین خیلی خوبه. بله، سختیاش که خیلی زیاد بود. یک به یک بگین چی بود؟ کلا سال اول برای من اینطوری بود که تونستم منابع خودم رو داشته باشم، یعنی منابعمو به اصطلاح جمع و جورش کردم و حتی یه سری خب رفرنس‌های ما اینطوریان که واقعا نیاز به ترجمه داشتن و خب اون سال اول من هیچ ترجمه‌ای نداشتم برای رفرنس‌ها و این خیلی بهم کمک کرد که بتونم ترجمه‌های خودم رو داشته باشم. یعنی مثلا پدرتی رو خودم جزوه کردم و خب همه اینا میگم تو اون سال اول انجام شد. حالا از سال پیش که حالا رفرنس‌ها ترجمه شدن و جزوه‌های خیلی مختلفی اومد براش، خیلی کار راحت تر شده فکر میکنم. یعنی همون سال اول من فقط به این رسیدم که زبان خوندم، زبان رو تونستم تمام کنم و این ترجمه رو تونستم انجام بدم و خیلی نرسیدم بخونم. سال دومم که تقریبا بخوام استارت جدیش رو بگم واقعا از دی و بهمن بود. یعنی تا قبل از اون من حتی یه سری درس‌ها رو استارتش رو نزده بودم، درس‌های حفظی مثلا روانپزشکی، روانشناسی، اینا رو اصلا شروع نکرده بودم، ولی زبانم تموم شده بود از همون موقع که خواستم جدی شروع کنم دیگه. این نکته من بگم اونم این که در واقع توی مسیر کنکور خیلی بچه‌ها زود شروع میکنن، اوکی خیلی هم عالی، ولی یه ذره در واقع اسم کنم ذهنیتت باید یه ذره متفاوت باشه نسبت به کنکور سراسری. این نیست که در واقع شما از همون اول بخواین که شروع کنین دیگه آره شروع کنم روزی 4-5 ساعت 7-8 ساعت نمیدونم هر چقدر بخونم و اینی که الان میخونم دیگه خیلی قطعی باید برای کنکور باشه. نه واقعا یکی از بچه‌ها میگفت تو برترش تغذیه بود. گفت من اصلا فقط اینقدر در دانشجویی با کتاب من فاصله داشتم کلا با درس خوندن که من فقط شروع کردم روزی نیم ساعت پشت میز فقط بشینم و یک کتاب هم جلوم باشه و شاید 1 ساعت 2 ساعت حالا هی این ساعت مطالعه رو بیشتر می‌کردن و این فراینده که اصلا قلق‌گیری یکم مطالعه باشه و اینها آره خیلی خوبه شروعش از تابستون از مهر ماه
و خیلی آروم آروم بچه‌ها برن جلو. فقط به نظر من خیلی اهمیت داره که اون ابتدا قلق‌گیریه اصلا با کتاب آشتی کردنه، با رفرنس آشتی کردنه، خودشون رو شناختنه، اون اول خیلی اهمیت داره. یا اگه درسی هم جدی دارن میخونن یه جوری اصطلاحاً کاش داشته باشن، یه جوری بخونن که بشه در دوران جمع‌بندی اون 4 مونده به کنکور 6 مونده به کنکور برداشت کرد. این چیزی نخونن که مثلا فقط به درد اون موقع مهر ماه بخوره. خب خلاصه نویسی اون موقع خیلی شاید اهمیت داره، یا شاید حالا علامت دار کردن مطالب و اینجور بحثا که بشه اون موقع نزدیک کنکور استفاده کرد. و آره خب من الان که دارم با شما صحبت می‌کنیم مسابقه می‌گیریم ماه یادم رفت شهریور، مگه میشه ماه شهریور ماه. بعد اینجوریه که خب آره خیلی بچه‌ها شروع می‌کنن جدی بخوندن. هر سال همینطور بود که قطار ارشد خیلی‌ها سوار می‌شدن، خیلی‌ها 1 ماه بعد 2 ماه بعد اصلا پیاده می‌شدن. برای نه تنها حالا خستگی طرف دلیلش رو برای ارشد خوندن از دست میداد. ولی آره خیلی از بچه‌ها هستن که حتی تو مثلا حالا رشته کار دارن که جای خود داره، آره رقابت سختی هم اخیراً شکل گرفته، ولی خب رشته‌ای که سال‌های در واقع رقابت سخت داره مثل پرستاری، اونها هم مثلا میدونن بچه‌ها خودشون از دی و بهمن شروع میکنن خیلی قوی برای مطالعه کردن و رتبه برتر میشن بعضیشون. حالا دیگه بچه‌ها متفاوتن البته، پس شما ولی از دی ماه و بهمن شروع کردید. اصلا بخوام در نظر بگیرم کل اون دوران کارشناسی که ترجمه می‌کردم، کل اون سال اول، اینا همش شاید 30% بحث کنکور رو به خودش اختصاص داد، یعنی 70% بقیه‌اش رو من از همون دی و بهمن در واقع جمعش کردم. خیلی پس الان میگین که حالا 2 تا ایده وجود داره. یکی این که مثلا من روزی 2 ساعت بخونم مثلا از تابستون و اینها، کار دیگه هم انجام بدم، یه همچین سرمایه‌گذاری بکنم تا کنکور. یه ده هستن که اگه من خودم میخوام کنکور رو بدم اینو انتخاب میکنم شبیه شما، یه 3-4 ماه خیلی دقیق دیگه همه چی میذارم کنار و کنکور میخونم. شما این یکی بیشتر توصیه میکنم؟ بله، البته من در کنارش کارم میکردم. من هم موقعم شما کار میکرد. آره، حتی اون چند ماه خب خیلی خوبه. کار میکردم. ولی خب میگم منابعم واقعا شخصی سازی شده بود، یعنی خلاصه‌ام آماده بود، ترجمه‌ام آماده بود، آشنایی کامل داشتم، یعنی اینجوری نبودش که یهو بخوام شروع کنم. یعنی شما یه ساختار خیلی خوبی رو جمع کردین واسه اون چند ماه داره کنکور. این خیلی مدل درستیه، واقعا خیلی مدل درسته، چون که متاسفانه شاید ماهیت مطالبه خیلیش حفظیه واقعا، و شاید مهر ماه و آبان ماه شما الان به دانش خودمونم میگم کلا میگم الان حفظ نکنید، شاید واقعا الان بسازید واسه نزدیک کنکور. درسته. ولی خب زبان اصلا از این قاعده پیروی نمی‌کرد. زبان فرق می‌کنه. یعنی من خیلی روزا بود که واقعا اصلا حوصله درس خوندن نداشتم، ولی این الزامو داشتم که حتما زبان تو اون روزه باشه. یعنی درصدتون همه 88 بود. عالی. هر روز این زبان بود، شاید حتی 10 دقیقه بود ولی بودش حتما. و فقط هم از جزوه شما واقعیت زبان خوندم، چون کتاب زیاد گرفتم براش، ولی اصلا در نهایت به همون جزوه رسیدم. نکته که هست زبان کمک میکنه بچه‌ها پیوستگی رو داشته باشن. یه ذره این حالتی توی کنکور ارشد داریم که شما فاصله بگیرین 2 روز نخونین 3 روز کلا هیچی نخونین، خیلی برگشتش سخته کلا. و همیشه دیدم خیلی عروض بطران شنیدم که با زبان پیوستگی رو حفظ میکردن، یعنی اون روزی هم که هیچی نمیخوندن زبان رو مرور میکردن یا یه ویدیو از یوتیوب میدیدن، چند تا نکته از تو کانالمون میشنیدن، یه ذره اون پیوستگی رو واقعا حفظ میکردن. زبان میتونه خیلی تو زمانایی که خسته این بهتون کمک کنه واقعا. دیگه چالشاتون که فکر می‌کنین؟ دیگه کار کردن در کنارش بود دیگه. آره در مورد صحبت کنین. خود بچه‌های توانبخشی خیلی این مسئله رو دارن. آره اینکه در کنارش بخوایم کار کنیم بازم خیلی شخصیه، یعنی من دوستایی داشتم که خیلی بیشتر از من کار می‌کردن و موفق شدن، و یکی هم بودش که اصلا نمیتونست کار کنه و همزمان هم درس بخونه. خیلی به خودشون بیشتر بستگی داره، یه قانون مشخصی نیست. ولی من این مطلبی همیشه به بچه‌هام میگم که ارشد خوندن در واقع یه بنفیت و یه سودی داره کلا، یعنی فرآیند چه علمیش بگیرین، که وقتی شما ارشد رو بگیرین مثلا دیگه ارشد کار درمانی، ارشد گفتار درمانی هستین،
یه بنفیت و سودی داره، هزینه‌ای باید به نظر من براش گذاشت که بصرفه به این سود. این خیلی اهمیت داره. مثلا به نظر من شاید یه نفر همه زندگیشو تعطیل کنه، ارشد بخونه، چون دیگه از شاید بالین فاصله میگیره، خب شاید هم درآمدی مشکل بخوره. این شاید اون بنفیت ارشده یکی در نمیره. وقتی این دیگه این ترازوش به هم بخوره، این تراز بودنه هزینه فایده، شاید اصلا طرف دیگه ادامه نده حتی واسه ارشد خوندن. بله درست. من چند مورد از همکار خودمون بودن که کار گذاشتن کنار، 2-3 ماه ارشد خوندن، دوباره ارشد ول کردن، برگشتن به کار، یعنی اصلا نتونستن فرآیند رو ادامه بدن. خیلی برام جالب، شما زمانه 4 ماه به کنکورم ولی سر کار رو میرفتید. کم البته مثلا 2 روز در هفته یه حالتی. خب. به نظرم خیلی نیازه اصلا. حالا فارغ از اون کلا آدم توی زندگیش واقعا رو زمانش داره سرمایه گذاری میکنه دیگه، یعنی از همون در واقع تایم خواب توی 24 ساعت، اون تایم بیداریه دیگه. مثلا میگم یه تایمش آدم برای خانواده اون که سرمایه گذاری کنه، واسه دوستانش، واسه یه مهارت دیگه، یه هنر دیگه یه آدم داره سرمایه گذاری میکنه، یه تایمی میگرده تفریح میکنه، یه تایمی رو کار سرمایه گذاری میکنه، یه تایمی رو ارشد. حالا اگه که همه اونها شما به عنوان انسانی که در واقع بعد نگاه سیستمی به انسان داشته باشیم، حالا انسان فارغ از بحث در واقع لنگویجش، فارغ از بحث در واقع که انسانه، حالا بحث این والا رو داره، همیشه میگیم انسان یه در واقع جنبه بیولوژیک هم داره که اگه اون جنبه به هم بریزه نمیتونه مثلا به اون کارهای در واقع خودشکوفایی و اونها برسه دیگه. بچه‌ها من دیدم خیلی مثلا همه چی رو تعطیل بکنن، چه خانواده رو، چه دوستان رو، چه تفریح و چه کار رو بخوام به این برسن، سیستم انسان کلا به هم میریزه. تو مصاحبه‌ام من خیلی دیدم بچه‌ها، یکی از بچه‌هامو رو توی 5 رشته پرستاری مثلا عضو تیم دانشجویان در واقع والیبال بود و هنوزم زمان کنکور اردو میرفت، یعنی گفت اصلا ترکتو نکرده بود و به نظر من خیلی اهمیت داشت. حالا یه اشتباه به نظر من استراتژیکه تعطیل کردن همه چی واسه ارشد. بله اصلا این خودش به اون تجدید روحی هم کمک می‌کرد، یعنی اون تایمی که میرفتم سر کار یکم فاصله که میگرفتم به اون برگشت دوباره انگار کمک می‌کرد. و یه ذره خب دیدن این که چیزی که توی در واقع تکست و رفرنس شما خوندید، شاید اون رو حالا جنبه رو توی کیس هم ببینید، خیلی لذت بیشتر و معنای بیشتری هم به شما بده. و شما تازه فارغ التحصیل شده بودین درسته؟ بله من 1 سال فاصله افتاد دیگه. یعنی اون سالی که همون سال اولتون بود زمان کارورزیتون بود که مطالعه می‌کردید. بله اون تو دوران کارشناسی بود. خیلی بچه‌ها باز داریم که اون تایم تلاش میکنن برای ارشد و هم برای کارورزیشون. خیلی سخته. آره هستن، حالا هم دوستانم که موفق میشن از پس رو تاش برمیان، ولی خب به نظر من کلا کار سختیه. ولی یه سال که دارم، شما سال اول به دید قبولی مطالعه میکردین یا نه به دید اینکه حالا امسال شد نشد سال بعدو؟ من فقط داشتم تلاش میکردم، نه واقعا دیدم قبولی نبود. این به نظرم خیلی مثلا الگوی خوبی باشه، یعنی میدونستم نمیشه. آره نمیدونی، یعنی 2 سال خوندن واسه ارشد اتفاق بعدی نیست. چون که یه جورایی ما فقط بنفیتمون، حالا شاید اینکه میگن کنکور سراسری با ارشد فرق میکنه، شما از در واقع کنکور سراسری خوندنش مثلا فیزیک، شیمی، ریاضی و اینها هیچ سودی دریافت نمیکنید دیگه. یعنی فقط قبولی واسه آدم بحث نتیجه است. نتیجه فقط مهمه، مسیر مهم نیست تو کنکور سراسری. ولی تو کنکور ارشد فکر میکنم خود مسیر خیلی به آدم کمک کنه دیگه. شما یک بار پیش میاد که همه رفرنساتون و رفرنسای رشته‌تون رو بخونین، علمتون رو ارتقا بدین، یعنی ارشد خوندن هم مسیرش بنفیت خیلی خوبی داره، هم قبولیه یه موضوعه. این 2 تا موضوعه که همزمان میتونه با هم اتفاق بیفته و اگه که به نظر من 2 ساله حتی 3 ساله در واقع تلاش کنیم برای ارشد، اصلا اتفاق بعدی به نظرم نیستش. این چی هزینه رو بالا میبره؟ اینکه آدم باز همون میگم همه زندگی رو تعطیل کنه، هزینه رو آدم بالا میبره. این شکلی هزینه شکست رو، هزینه قبول نشدن رو آدم بالا میبره دیگه اگه 1 سال همه چی رو تعطیل کنه و فقط ارشد بخونه. خب دیگه از چالشاتون؟ از
چالشام بخوام سر جلسه بگم، من اصلا مدیریت استرسم خیلی بد بود توی جلسه. شاید 4-5 تا از سوالای اختلالاتم همون لحظه که تحویل دادم و اومدم بیرون توی مسیر متوجه اشتباهاتم شدم. یعنی اصلا این کنترل استرس سر جلسه خودش شاید 50% مسیر باشه. یعنی هم فکر کنم جمله خودتون بود که میگفتین کنکور فقط به قبلش نیست که با آمادگی کامل برین، یعنی تا اون دقیقه آخر کنکور ادامه داره مسیر. و یه چیز دیگه که خیلی بهم کمک کرد اینه که با زبان شروع کردم. آفرین. آره با زبان شروع کردم و این خیلی رو درصد زبانم تاثیر داشت. بخوام دیگه بگم این چون بچه‌ها حرف مختلفی در مورد این قضیه میشنون، دوستم ذره روش تاکید کنم و کم کم بریم سراغ خود رفرنس‌های کار درمانی با هم صحبت کنیم. کلاً دوستان خوبم خستگی میتونه رو کیفیت درس‌های تحلیلی اثرگذار باشه. واقعا من میگم خیلی گزینه خوبه که شما درس‌های تحلیلی رو اول بزنید توی کنکور. حالا اینجا یه بحثی پیش میاد که آقا زبان مگه تحلیلیه؟ بله، کسی دور ما شرکت کرده زبان تحلیلیه، میفهمه که زبان حفظی نیست. و آره جدا ممکنه که فرق درصدتون توی در واقع زبان اگه اول بذاردش و آخر بذاردش بین مثلا 50 و 60 تا این انتخاب میکنین و 80 90 اینقدر میتونه در واقع مؤثر باشه. ما داشتیم بچه‌ها که تو آزمایشی هامون که حالا قبل کنکور از بچه‌ها میگیریم 80 90 میزنن، ولی خب به هر حال من تنها کسی نیستم که رو بچه‌ها تاثیر گذارم دیگه. به هر حال ممکنه مشاوره داشته باشن، دوستانی رتبه برترها، نه اونا مثلا گفتن آره زبان آخر بزن، خب تو کنکور میشد 60. خب بله. دلیلش هم همین بود، زبان آخر میذاشتن دیگه. خب اصلا خوب نیست دیگه این. و خب درسی که اصلا امکان بالا زدنش وجود داره. آره پتانسیلش هست. اصلا همین که به 50% برسیم راضییم. ولی تو زبان واقعا امکانش هست که دقیقاً وقتی میتونیم بزنین چرا این اتفاق نیفته. مرسی ازتون. اگه موافق باشین در مورد خود کار درمانی دیگه صحبت کنیم. خب با دوستان سایر رشته خداحافظی می‌کنیم. دوستان کار درمانی با هم بمونن. بنابراین جمعه ها 2 اپیزود میذاریم. البته سال‌های گذشته هم در واقع ما سال گذشته ما کلی ویدیو رو تو برترمون گرفتیم، هم با اساتید هیئت علمی. حتما ببینید استفاده کنید و تمام تلاشمون اینه که این فضا و جو کنکور ارشد رو واسهتون ایجاد کنیم، یه فضایی که عاقلانه بالغانه بتونیم درس بخونیم و خلاصه از این مقطع به سلامتی عبور کنیم. بریم در مورد رشته کار درمانی صحبت کنیم. کلا تو رشته ما، حالا نمیدونم شاید فقط تو دوره ما این اتفاق یا شاید اصلا تجربه شخصی خودم باشه، اینه که چیزی که توی کارشناسی توی دانشگاه یاد میگیریم خیلی اختلاف داره با رفرنسمون. یعنی اصلا خیلی بچه‌ها رفرنس محور نیستن و خب این گپی که ایجاد میشه خیلی کار سخت میکنه و خیلی خوبه که حالا جدای از کنکور بچه‌ها، یعنی من اگه خودم به عقب برمیگشتم از همون سال اول به این رفرنس خوانی خودم عادت میدادم. مهمترین رفرنس هایی که داریم خب بحث اختلالاته که خیلی رتبه بچه‌ها رو جابجا میکنه و مهمترینشون هم فکر کنم پدرتی باشه. پدرتی خیلی درس تحلیلیه و واقعا باید روش انرژی بذاریم، یعنی فکر کنم هر چقدر انرژی بذاریم از اون ور توی رتبه‌مون خیلی تاثیر خواهد داشت. برای پدرتی خب من خودم جزوه خودم رو خوندم، ترجمه خودم بود، ولی با اینکه حالا خودم نوشته بودمش مجددا این باید هی به رفرنس برمیگشتیم. یعنی این که ترکیب رفرنس کنار جزوه واقعا جواب میده. برای درس اوتی چون هیچی نداشتم از جزوه شما استفاده کردم، تیم شما، که اونم خیلی بهم کمک کرد چون اولین باری بود که این تجربه ترجمه خوندن داشتم و همینطور برای آنالیز فعالیت هم مجددا از جزوه شما استفاده کردم. من همینجا بگم جزوه من نیست. از تیم مدارت مدرسین واقعا از تک تکشون تشکر میکنم. مرسی. خیلی سال اول چالش بود که بچه‌ها هم به درس دانشگاه برسن، هم اینکه به هر حال این جزوه رو بنویسن، درس ما رو بنویسن. خیلی ازشون ممنونم. همینجا از تک تکشون حسابی خلاصه خسته نباشین. دمتون گرم. ادامه هم آخه داره، یعنی بقیه در واقع رفرنس هم بچه‌ها بنویسن. با همین قوت ان شاءالله که ادامه میدیم و ان شاءالله که
بتونیم درسان خوبی برای بچه‌ها تهیه کنیم. خب خیلی واقعا ایده خوبی بود خداش این ترجمه. کلا من تا همون دیو بهمن روی پدرتی و زبان و کینزیولوژی بودم و از دیو بهمن در واقع استارت روانپزشکی و روانشناسی و اینها رو زدم. ما کلا تو پدرتی 3 تا فصل داریم که این یعنی میشه توانبخشی حرفه‌ای ما که اینو من از ویدیوهای بچه‌ها استفاده کردم، جزوه‌شو نداشتم. این 3 تا رو من خیلی خوب زدم، فکر می‌کنم 70 خورده زدم با همون ویدیوهای شما مجددا. این 3 تا فصل خیلی تراز میدن بهمون و باقی فصل هم که دیگه جزء خود اختلالات محسوب میشه. یه چیزی که خیلی بهم کمک کرد این بحث خلاصه نویسی بود. خلاصه نویسی توی به خصوص درس روانشناسی و روانپزشکی، یعنی اگه من خلاصه هامو نداشتم شاید ماه آخر همشون کاملا یادم میرفت. مدلشو میگین آیا روی در واقع دفتر دیگه این نوشتین شما یا نه هایلایت میکردین؟ این مدلش هم خیلی مهمه. من مینوشتم، خودم مینوشتمشون. یعنی خلاصه خیلی هستش که بخوایم بخریم آماده، ولی به نظرم این که آدم خودش خلاصه کنه و خیلی شخصی باشه خیلی بیشتر کمک میکنه. و اینجوری بود که خلاصه هم کسی به در کسی هم نمیخواد. نه این بگیم تو دیگه همین الان میدونستم اتفاق میفته خواهش کنم. خب آره فقط خودم میتونستم متوجهشون بشم. آره چون واقعا آدم هر کسی علامتای خودش رو داره یا هر کسی هر مبحثی میخونه میدونه مثلا یه مبحثی هست این تیکش واسه من عادیه، خب نمی‌نویسم. برای من مثلا خیلی مشخصه این تیکش واسه من مثلا بدیهیه، من نمی‌نویسمش. شاید برای شما برعکس باشه و برای همین آره همینطوره واقعا. و خیلی هم زمان بر بود نوشتنشون. یعنی بارها وسط مسیر اینجوری بودم که دیگه ننویسم. ولی باز ادامه دادم. سختی نوشتن همین. آره خیلی از بچهای دیگه شاید هایلایت کنن در واقع تیکه تو جزء علامتی بذارن، خیلی مدلشون این شکلیه. بعضی می‌نویسن ولی خب نوشتن سخته. اگر می‌نویسیم من از شما خلاصه مثلا سال پیش هم نوشته بود، یعنی از سال پیش آماده بود یا همون سال نوشتن استفاده کرد؟ خب خیلی کار سخته چون اصلا روانشناسی رو نخونده بودم. آره خیلی سخت بود. گفتم شما خلاص سال پیشتون شاید استفاده کردین برای سال بعد، ولی اگه همون سال کار کردین که کار واقعا سختی کردین خب چون میگین مثلا بحث هایلایت، ولی اون بار روانی که مثلا آدم به اون کتاب نگاه میکنه که دوباره باید بازش کنه ورق بزنه، اون بار روانیش خیلی بیشتر رو شما نمیتونید هم به هایلایت نگاه کنی هم به غیر هایلایت. سخت. دقیقاً این موضوع پیش میاد. یعنی وقتی کتاب باز می‌کنیم یعنی کلی تایم رفته و اصلا کلا داریم از اول می‌خونیم. در کل موقع ذهنی بعد این باشه که موقع خوندن در واقع در زمان غیر جنبندی 6 آماده به کنکور 7 آماده به کنکور داریم می‌خونیم، جوری بکاریم که در زمان جنبندی برداشت کنیم. اگه حالا مدلتون این باشه یه طبق این ببینید که بنویسیم بهتره، هایلایت کنیم بهتره، دیگه هر جور که بتونه بهتره باشه. و اینکه خیلی غیر قابل پیش بینی بود کنکور امسال. اینجوری بود که مثلا از کل کتاب کاپلان که انقدر حجم داره از اون شاید 3-4 تا سوال اومده بود و اونم غیر قابل جواب دادن بود برای من حداقل، با اینکه کلی خلاصه ازش نوشته بود. این کارم بچه‌ها میکنن. 3-4 تا سوال اومد و اونم نتونستم جوابشو بدم. اینم در حین خوندن حالا همون مدام بحث هزینه فایده رو مطرح میکنن. اتفاقا اونایی که کم میخونن مثلا یه درصد در زمان کمی میخونن و جواب میگیرن، در حین خوندن خیلی هزینه فایده میخونن. مثلا میگه خب طرف این تیکر میخونم که کلا من همین مثلا 10 روزم وقت بذارم تیکر نمیفهمم، مثلا 2 روزم وقت بذارم جو حفظ کنم یادم میره. کلا مثلا ما تو گفتار درمانی یه جدول داریم ویژگی آزمون ها، مثلا توی لکنت مثلا 20 تا آزمونه 30 تا آزمونه، خب مثلا ولش کن بابا خب یه تست فوقش دیگه. آره خیلی هم هزینه فایده ای میخونن دیگه، اینم میتونه جالب باشه. خب طرف به سوالای زن مسلط باشه، سالهای پیشو ببینه سوال چجوری در اومده و اونجوری بره جلو. من خودم این قسمت ارزیابی‌ها رو حذف کرده بودم، کل ارزیابی، یعنی هر جا به ارزیابی می‌خوردم کلا نمی‌خوندم. خب درصدتون رو بگین، چون اگه مثلا درصدتون رو بگین شاید بچه‌ها مثلا بهتر این فضا براشون. ببین درصد اینجوریه دیگه، یعنی 30 40 50 ایناست دیگه، درسته؟ بله هولوش 50 زدم. هولوش 50. در رتبه 6 کشوری رو داشت. این نکته همینه دیگه، یعنی شما مثلا اختلالات چند تا سوال داره؟
اختلالات فکر کنم 40 تا. یعنی شما از 40 تا سوال 20 تا رو جواب دادن دیگه. خب یعنی 20 تا جواب ندادن. یعنی 20 جا از مثلا رفرنس ها دقیق خونده نشده. اینو چرا میگم؟ چون که اون کمالگرایی حین خوندن رو بچه‌ها کنار بذارن که خیلی بچه‌ها سخت پیش میرن. سخت میرن مطلب بعدی. چون بعد به این تیکه مسلط بشن حتما فلان بعد تا برن تیکه بعدی. بعد تیکه‌های بعدی میرن ناراحت اونان که داره فراموش میشه قبلی‌ها. ولی خب چه رشته کار دارم این چه بقیه رشته‌ها من دیدم درس زبانه که آره حالا بالای 70 80 پتانسیلش هست که بچه‌ها بزنن، ولی بقیه درس وقتی دست رتبه برتر 50 یعنی همین دیگه اصلا به نصف سوالا جواب نمیدم، نصف منابعتون دیگه. خب و این هوشمندانه خوندن میتونه قطعا کمکشون کنه. بله مثلا توی درس کینزیولوژی ما انا فوقانی و تحتانی داریم و حالا یه سری مباحث بیسیک دیگه. مثلا من خودم کلا انا فوقانی رو انتخاب کردم کل اندام تحتانی رو حذف کردم. بله و تو همون اندام و امسال اینجوری بود که بیشتر از اندام تحتانی اومد و اینجوری شد که من کلا 10% کینز زدم. ولی بازم متواتر شد. یعنی اینکه ریسک رو آدم انجام میده ممکنه که از چیز بیاد، ولی ریسک ممکنه توی درس جواب بده، توی درس جواب نمیده و این هست دیگه. بله. نه شاید شانس هم نگیم، خب بالا پایین داره دیگه. یه نفر ریسکش تو این درس جواب میده، یه نفر ریسکش توی درس دیگه جواب میده و این اتفاق میفته. آخه رشته کاردرمانی خب من آدم زمان تخصصش رو ضبط میکنم، حالا شاید شما ندونین چون پارسال بودین. با دوره ارشدمون زبانمون رشته به رشته میشه. یعنی دیگه همه رشته ها یه دوره نمیبینن. من دیگه مثلا با تکس کاردرمانی دارم زبان کاردرمانی تدریس میکنم، داره این شکلی میشه. همین به رفرنس خوندنم کمک. آره خیلی اصلا داره جذاب داره میشه با حال. یعنی الان دقیقاً تک تک جمله مثالای بچه‌ها از اوتی4 و پدرتیه. مثلا اگه اگرویتور میگم اگزاسربیتور میگم همش تو کلمات و لغات کاردرمانی هست دیگه. خیلی داره جذابی میشه. الان خب مثلا واقعا دورتون رشته‌تون دارم میبینم خیلی بین رشته‌ایه و مثلا جدا خب از اون طرف روانپزشکی خوندن، از اون طرف کینزیولوژی خوندن. بله. یعنی شما از روانشناسی بعد بدونین، کینزیولوژی بعد بدونین و تو خود مثلا اوتی4 و پدرتی باز از همه چی بعد بدونین. یعنی مثلا من فصل هست فصل سی پی بگیرین تا انواع اختلالات تا مسائل اجتماعی. بله. واقعا وقتی به خصوص ماهیت رشته این شکلیه به همه چی مسلط شدن واقعا سخت دیگه. خیلی زیاده حجم رفرنس واقعا زیاده. یعنی اگه نخوایم همینجوری انتخاب شده بخونیم نمیرسیم همشو. بچه‌ها داشتن واسه آزمون‌های در واقع ما امسال چیز هم داریم، آزمون‌های در واقع مرحله هم داریم، داشتیم می‌نوشتیم چیزا رو در واقع بودجه بندی آزمون‌ها رو. خب مثلا من انتظار داشتم که خب مثلا آقای اسدی بگه خب مثلا آزمون اول فصل 1 تا 5، بعد دیدیم آزمون اول نوشتن فصل 20 فصل 30 فصل 48 خب چه شکلی و خب ماهیت رشته است دیگه که موضوعات متنوع داره. رشته پرستاری هم من دیدم این شکلی. خب اونا یه جورایی کل علوم پزشکی و دقیقاً اونها روان دارن، مسائل علوم پایه دارن و اونا هم هستن، اونا هم با همچین در واقع مسئله دست و پنجه نرم میکنن دیگه. پس خب این به نظرم حالا خوبه این ویدیو اینه که بچه‌ها دارن شروع میکنن این دیدو داشته باشن که آقا اصلا فضای رشته کاردرمانی کنکورش چه شکلیه دیگه. یعنی نداریم یه جورایی تسلط به همه منابع و به همه مسائل. و حتی از اون فصلای مهمی که حالا مشخص میکنن یه سری فصل‌ها هست که مثلا من خودم نمیتونم این فصل رو بخونم. مثلا من خودم فصل استروک که فصل خیلی مهمیه تو پدرتی، من خودم اینو برای خودم حذف کردم چون دیدم خیلی جزئیه خیلی ریزه و واقعا ارزش وقت گذاری برای من نداشت. خیلی فصل این شکلی داشت. یه معیار میتونیم به بچه‌ها بگین که چجوری چون من فقط شما دارین حذف میکنید. خب خیلی راحت حذف کردم، مثلا ترجیحاً خیلی توصیه نکنم. نه یه معیاری به نه خب یعنی مدل درست اینه دیگه. وقتی با همین مدل قطعاً در واقع اول مصاحبه اون البته تو رشته کاردرمانی من نیده بودم تو رشته اینقدر حذف کنم، ولی سوالی که دارم اینه که چه مدل ذهنی میتونیم به بچه‌ها بدیم، با چه معیارایی فصلی رو انتخاب کنن یا حذف کنن. مثلا بگیم بچه‌ها خیلی خوب فصلی بود که خیلی احتمال خطا توش زیاد بود مثل استروک.
مثلا اینجوری بود که مثلا هر آسیبی تو هر مثلا شریانی تو کدوم قسمت مغز مثلا چه ضایعه‌ای داره، مثلا این چیزا خیلی جزئی و ریز بود. مثلا همون فصلی که حس کنن در واقع کاست بنفیت دیگه، اگه بذارم میتونم اون بچه‌و وقت بذارم اونشون میتونن بگیرن، همچین فصلی انتخاب کنن، طبق علاقه خودشون هم میتونن فصل انتخاب کنن. آره خیلی هم علاقه‌ایه. مرسی. نکات باحالی گفته شد، خیلی اسپسیفیک مخصوصا این رشته بودن، این نکاتی که الان گفتیم. تو رشته دیگه با بچه‌ها مصاحبه می‌کردم، در واقع مدل خیلی این نبود. مرسی ازتون، خیلی ممنونم. نکته دیگه فکر می‌کنین مفید باشه برای بچه‌ها؟ بازم رو اون کنترل استرس سر جلسه خیلی، چون من یعنی اومدم خونه هر شب به اون 4 تا سوال فکر می‌کردم که چرا من اینو نوشتم، چون اصلا صورت سوال اشتباه خونده بودم. مثلا اگه مثلا یه ارزیابی بود، مثلا ارزیابی استاتیک رو فکر می‌کنم پرسیده بود، من اصلا داینامیک مثلا تو ذهنم بود و به خاطر همین تست اشتباه. کلا شب کنکور و هفته قبل کنکور، ماه قبل کنکور خیلی به بچه‌ها میگفتم، مثلا بچه‌ها تموم نشد، الان فکر کنم تموم شده، خب فردا اصل کاریا اون خیلی اهمیت داره به نظر من. یعنی دقیقاً اتفاق روز کنکور بچه‌ها میفته، جوری هم در بچه‌ها ذره امتیاز دادنشون به خودشون این شده که ساعت مطالعه‌ام چجوریه، چقدر تموم کردم. من هم چیزی که بخیر حواستون جمع باشه اینه که آقا جوری دارم میخونم که سر جلسه از این بتونم برداشت کنم یا نه. این مثلا خیلی اهمیت داره. حتی من شب کنکور مثلا همینجوری داشتم دفترچه‌مو یه ورقه می‌زدم، همون ورقی که دیدم مثلا صبح سوالش اومد. خیلی خلاصه نویسی تاثیر داشت. خیلی مهمه. حالا شما که پنجشنبه صبح میشین. بله. بچهای عصر خیلی باحالن. یعنی از شب قبل شما هم تو بدین. یکی از اتومات پرسنل آقای یعقوبی اینجا. از شب قبل تا 4 بعد از ظهر فقط دارین میخوندی. هم 2 امتحانه. آره خیلی جالب. من خواب خوبم مهمه البته. اینو بعد نزدیک کنکور نباش صحبت کنید. مرسی ازتون، خیلی هم نکات جالبی گفته شد. امیدوارم که خبر خوب همیشه از مسترتون بشنویم و برای مصاحبه دکترا تشریف بیارین. 2 سال دیگه ان شاء الله. سلامت باشین. مرسی. خداحافظ.